سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل رکسوس وایتی. یه داشتون رکسوس. خب رفقا چطورید؟ حالتون خوبه؟ خب رفقا امروز به شدت، یعنی خودتون هم میدونید دیگه، به خاطر این جوایز چمپیونشیپ خب رنگ های مولتی به شدت ترای هارد شده. یعنی شما میری یه مچ پلی بدی رنگ، یارای رندومی که باهاتون میخوان میفتن انقدر قویان خب که دیگه اصلا نگم، چون که جوایز چمپیونشیپ ارزشمنده و خودم اطلاعات در موردش دارم. خب اگه میخواید اطلاعاتش کامل براتون بگم، آقا الان درخواست نده. وقتی میخواید اطلاعاتشون رو براتون یه مقداری بگم، حالا لایک های ویدیو رو بالای 3 تا برسونید، من یه 4 تا برسونید به بالای 4 تا، من حتما ویدیوی کاملش رو براتون میذارم. خب رفقا، همونطور که بهتون گفتم جوایز چمپیونشیپ خیلی ارزشمنده و خیلی مثلا خیلی چیز خوبیه. خب من الان خب اومدم، شما برای اینکه بخواد برید به یه با اسکواد دیگه یک رنگ پلی بدید، خب باید لودات هاتون یه چیز خوب بندازید که برای مثال وقتی میخواد فایت بدید یه گان خوب داشته باشید که بتونید انمی رو بزنید و باشون فایت بدید و بتونید مثلا برید تو چمپیونشیپ، برید تو لیدربورد و جوایزش رو کسب کنید. خب آقا امروز حالا ما اومدیم براتون 10 تا لوداتایی که خودم میتونم پلی میدم چمپیونشیپ با فرندام بهتون بگم. خب رفقا بعدش هم تستی هم حتما براتون میذارم. خب رفقا یکیش کوشگاه هستش، البته زیاد استفاده نمی کنم. خب کوشگاه مثلا خیلی کم شده استفاده کنم، ولی اتچمنتش خوبه. خب رفقا این اتچمنتشه، حتما رفتم توی گیم براتون تست میکنم، واسه دیگه میرم تو مپ تمرینی. خب اوکی، مثلا دمیجش خوبه، مثلا بدن به پایین بزنی دمیج. حالا میرم تو گیم هم بهتون نشون میدم. خب آقا این کوشکامون اتچمنتش خیلی گاده. از کوشکا بگیریم به لودات یکمون. خب لودات یکمون KRM ها کریم. رفقا این KRM نگم براتون، یعنی به هم دورزن، هم نزدیک زن، هم نمیدونم هیپ فایر، ایم تو بگیری هر جور بزنی وان شده، فقط باید ایمت خوب باشه. نگاه کنی اصلا عشق برای رنگ‌های مولتی رو ببین کارو جمع میکنه. خب این کارو جمع میکنه 100%. الان اتچمنتش هم نشون میدن، تست هم میکنیم. نگاه کنید این از اتچمنتشه، حتما نگاه کنید، اسکرین شدم بگیرید، خیلی گاده. خودی میریم سراغ لودات دومون. لودات دو ما اوتلا، نمیدونم اسمشو درست میکنم یا نه، اوتلا ببخشید دیگه. حالا این هم اتچمنتش خیلی خوبه، اصلا اتچمنتش رو اینم دوست دارم، میتونم باش درست حسابی کار کنم، ولی تازگی مثلا نمیتونم زیاد اوتلا، نمیدونم اینجور اسمش نمیدونم چیه، زیاد نمیکشم، ولی خوب اتچمنتش. الان اینم نگاه کنید، دوربینش خیلی باله. خب حالا اوکی، میریم سراغ لودات سمون. لودات سم هم HS باشه. HS این سیزن باف شده، قشنگ میزنه، یعنی جون میده برای رنگ‌های مولتی ترای هارد هستن، یعنی از هر جا بزنی وان شاته. این همون کریمه. اینا از اتچمنت HS مون. حالا فقط من میخوام این بتل پس این سیزنم بخرم، حتما ویدیوشم حتما براتون میذارم. خب اینا بردارید. اوکی، حالا بریم سراغ لودات چهارمون. لودات چهارمون سویچ پلید خیلی خوبه. اصلا سویچ پلید مثلا بلد باشید با سویچ پلید کار کنید، کار را میندازه. اینا از اتچمنتش چند دقیقه وایسی در اسکرین شده بگیرید. خب حالا بریم سراغ لودات بعدیمون، لودات 5. لودات 5 هم چیزی نیست جز جک 12. اصلا چی بگم بهتون، خیلی خوبه، یعنی فشاری میکنه. البته برای نوباز خب، ولی دیگه من ببینم دیگه خیلی اوضاع خیت باشه، خیلی طرف مرا پرو باشه، دیگه مجبورم جک 12 رو بکشم. حالا این جک 12 یه دونه ویژگی، وای چه ویژگی. حالا میرین رفتیم تو گیم میبینید وقتی به انمی شلیک میکنی اینطوری انمی رو چجوری بهتون بگم، انمی آتیش میگیره، دمیج بیشتری بهش میده. اینم از اتچمنتش. کلیک نمیشه، اوکی، مثلا یه چیز معرکه است. خب بریم سراغ لودات بعدی، لودات 6مون.
لودات شیشمون چیز نفسه HDR هم برای روما خوبه، هم برای رنگ خوبه، هم برای مچ خوبه. اصلا HDR یه چی دیگه است، تو بتل خوبه، تو مولتی خوبه، فقط باید بلد باشی باش کار کنی. اتچمنتش هم خیلی خوبه، بد نیستش، متوسطه. این از اتچمنت HDRمون. حالا بریم سراغ بعدی است. لودات هفتمون MG42، یعنی اینم که دیگه گاده، اتچمنتش هم بد نیستش، متوسطه. اتچمنتش هم وایسی اینجا میرم حالا تستم میکنیم. حالا سراغ لودات 8 میریم. لودات 8 اینم رفقا خیلی خوبه. این منوار ولی اینم یه قابلیتش مثل جک 12، یعنی میزنه به انمیتی، میزنه این میسوزونه، آتیش میگیره، و دمج خیلی بیشتر میده. یعنی بهتون پیشنهاد میکنم که ازش استفاده کنید، خیلی گاد اتچمنتش. حالا اسکرین شات بگیرید حتما بذارید تو رنگ های مولتی که خیلی ترای هاردن. اگه گفتم لایک های این ویدیو بالا 4 تا برسه حتما جوایز چمپیونشیپ رو هم بهتون میگم چجوریه، هم میگم چجوری باید برید تو لیدر بوردش، اصلا صفر تا صدش رو بهتون میگم. خب رفقا بریم سراغ لودات بعدیمون. لودات 9 BB50، یعنی عشقه. حالا این هفتیره هم زیاد بهش دقت نکنید، اینو همینطوری انداختم، رفیقم میگفت دمیجش زیاده. اوکی. BB50 رو میدید من چرا اتچمنتش رو برداشتم؟ چون که میخواستم تو کموی میخواستم گلدش کنم. بعد اینجا گفته بود بدون اتچمنت باید کیل بگیره. الان من یه لحظه صبر کنید، من برم سری اتچمنتش رو بچینم و بیام. خب رفقا اتچمنتش رو چیدیم. این اتچمنتش نگاه کنید حتما، هم تیراش زیادتره، هم ایم زود میگیره، هم دیگه اصلا چیز خوبیه. از BB50 میتونید استفاده خوبی داشته باشه. آقا سلطان لبلیو بر روما، یعنی این لبلیو اتچمنتش رو بشینی تو روما دوئل 100 بردی، یعنی این اتچمنت رو بذاری دیگه بردت 100% اگه بلد باشی با این لبلیو کار کنی. آقا اتچمنتش خداست، خیلی گاده دیگه، پیشنهاد کردم بهتون. اصلا به زانو یارو میزنی یارو میمیره، 100 تا HP 100 تا کم میشه. عجیبه، خیلی عجیبه، اصلا خیلی عجیبه. اللبلی دایمون ناجا چیز خفنیه. اوکی آقا این 10 تا لودات رفتیم نگاه کردیم دیگه. خیلی این نیزم خیلی باف شده این سیزن، و پیشنهاد میکنم بندازید تو لودات های نایفاتون. این کرکرا با اینکه یه ذره نرف شده خب، ولی بازم خوب میزنه با این اتچمنت. حالا بریم که تستشون کنیم. آقا من بیام رو حالت مچ. اوکی اینجا بذارم حالت تمرینی. حالا بریم که داشته باشیم ببینیم داغاش رکسوس چی براتون آورده. بیایم بریم ببینیم آقا رکسوس چه اتچمنت هایی به شما گلا داده. حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، کامنتاتون رو میکنم خیلی عشق انرژی میدید. خب رفقا اول یادم رفت بهتون بگم، ای بابا پینگم چرا رفت انقدر بالا. رفقا پینگ و نگاه نت ایرانه دیگه، چیکارش کنیم؟ بذار ببینم درست میشه. اگه نشد فکر کنم نتم تمام شده. نه یا چرا اینطوری شد میگم؟ عجبا. رفقا من برم ببینم مشکلش چیه، میام الان. رفقا مشکل رو فهمیدم از کجا بود، اصلا حواسم نبود، دیدم که وی پی هم روشنه، رفتم خاموشش کردم، پینگم حالا اوکی تر شد. رفقا همونطور که بهتون گفتم این کاچ کریممون خیلی گاده، اصلا یه چیز خوبیه. حالا یعنی میبینید چمپیونشیپ رو حتما میذارم براتون، فقط باید لایک ها بالای 5-4 تا بره. اوکی حالا بریم یه کیلا بذار باتا رو بیارم. یه ذره این کوچیک نمیبینم ادباد. اوکی رفقا حالا میگم دور زنه، میگید نه دیدید دور زن، حالا فکر نکنم از اینجا ریچه. حاجی پشمام، میگم خیلی اصلا کرمش با اینکه نرف شده ولی گاده. حالا نگاه کنید عجب چیز حقیه. دمیجا نگاه کنید، از اینجا 75 تا وان شات هم میکنه، از اینجا 75 تا دمیج میده، خیلی خوب. حالا بریم حالا نزدیک تست کنیم. این نزدیک رو دیگه واقعا باید بزنه.
حاجی پینگم یه ذره اوضاعش خیته. بعد اصلا اینطوری مومنت بزنید حالا سریع بزنید روشون. البته دیگه توی رنگ تست نکردم چون یه ذره زمان ویدیو طولانی میشد. خب رفقا اینم از هیپ فایرش. از اینجا هیپ فایر چه خوبه. میبینی تیرام دیر میرسه، پینگم یه ذره بالاست، رو 190 پینگم. از اینجا فکر کنم 92 دمیج شد. خب حالا بریم سراغ گان بعدی. خب گان بعدی اوتلا اصلا نمیتونم حاجی، من اسمشو باید برم امروز ببینم چیه، تو گوگل سرچ کنیم. رفقا نگاه کنید ایمش، اصلا من با ایمش خیلی خوب میتونم بزنم، خیلی ایمش خوبه، اصلا ایمشو عالی، ایمشو دوست دارم. یه ذره پینگم بالاست ریجستر نمیشه. الان میرم دمیجشو اینجا تست میکنیم. اوکی هدش که دیگه 218 تا دمیج، اینجا 136 تا، پاش 90 تا، یه پایینم 80 تا میده. حالا بریم هیپ فایرم بد نیستش هیپ فایرش هم. بریم سراغ گان بعدی HS هم بوف شدم، اتچمنتش خوبه. ای بابا این هیپ فایر HSش حواسم نبود. رفقا HS هیپ فایر باشد. حالا نگاه کنید از اینجا، عجب چیز خوبیه، خدا وکیلیه. اتچمنتشو دوست دارم، هم تیراش 6 تاست، هم بزن از اینجا چند تا دمیج میده. اینجا که دیگه 100 وان شات. ایم تو بگیری چیه؟ نه از اینجا دیگه خیلی سم میشه، از اینجا میزد. اوکی حالا بریم دمیجاش هم رو ببینیم اینجا. اوکی این حالا ایمن بذار بگیرم. هدش که 249 تا، هیپ فایر بخوایم بزنیم همون 218 تا، اینجا 234 تا هستن. رفقا خیلی گاده. بزنیم از اینجا میتونیم ایمو بگیریم بزنیم. آهان اوکی خیلی اتچمنتش خوبه، حتما تستش کنید. حالا بریم سراغ سویچ بلید. آجی سویچ بلید رو دیگه واقعا دوست دارم، هم هیپ فایر هم ایم تو بگیریم، همه جور خوبه. الان نگاه کنید اصلا لگدش خیلی کمه، لگدش بسیار کمه، بسیار. اصلا لگدش رو بتونید درست کنترل کنید راحت میزنید. الان من فقط تیر دستم روی این تیره، الان هیچی اصلا کنترلش نمیکنم، فقط دستم رو تیر زدنه. هم دورزنش خوبه، اصلا یه چی سمیه. آقا تو هیپ فایر بزن ریجستر میشه، تو بیا ایم تو بگیر ریجستر میشه، یعنی یه چیز خفنه. میتونی تو دوئل هم استفاده کنید. آقا اینا دیگه این برای نوباست دیگه. البته خودم ادعایی ندارم و خودم هم نوبم، ولی دیگه برای متوی ترایارد باید از این اتچمنت استفاده کنی. آقا شما فقط 2 تا تیر بینمی بزن مرده راحت. اضافی شدم دیگه فوق 4 تا تیر دیگه، یه بهترگونه 4 تا تیر. من 4 تا تیر همش نمیکشه. خیلی گادا. بریم دمیجش اینجا هم ببینیم. اوکی هدش 40 تا، ایمو بگیرم چی 44 تا. حاجی به پاش میزنم 50 تا، عجیبه. اوکی حاجی اوکی شللا. اینم از HDRمون. HDR یه چی دیگه است حاجی. HDR عاشقشم، HDR عاشقشم به خدا. خیلی اصلا هیپ فایر بزن، تو هیپ فایر بزن ریجستر. بزن از اینجا میتونم هیپ فایر بزنم بهش دمیج خود بزنه. حاجی برگون از کجا یه دونه هیپ فایر مشتی زدیم به بات، البته پلیر نیست. بذار اینطوری میگم کنی ریجستر میشه. حالا هم میخوام تا صبح بیام اینطوری کنیم. حالا میگم ایم نیمه ایمم بگیری میزنه، کار نکردش. بذار ولشون. خب حالا بذار به پاش بزنیم ببین چند تا دمیجه. پاشم یعنی به پاشم بزنی یارو مرده، عجب چیزیه. بریم سراغ بعدی.
خب آقا MG42 نوبتی هم باشه نوبت MG42. بابا MG42 هم احساس کنم باف شده، خیلی دمیجش خوبه. الان نگاه کن چرا ریلود کرد. الان نگاه از این فاصله مثل چی داره میزنه. الان باته مثلا اینجاست، خیلی سری میزنه. رکبالی بزنیم. فایلش هم خوبه. وقتی میگم خوبه اوکی. حالا بریم سراغ منوار. رفقا منوار رو گفتم ایناها تیروش مثل جک 12 میسوزونه، اصلا یه چیز فشاری کننده برای بچه های ترای هارد. دمیجش کمه ولی اون آتیش گرفتن ایمی دمیج رو بیشتر میکنه. الان از این فاصله راحت انمی مرد. خیلی دوستش دارم. اوکی آقا بریم سراغ B50. BB50 یه چی دیگه است. نگاه کنید الان B50 رو نگاه. این کلتش خیلی دوستم. میدونی چرا؟ وان شد. اصلا عجیبه یه ذره برام. هیدشو بزنید وان شده دیگه. پایین رو بزنید فوقش میشه مثلا 70 تا دمج. آقا نگاه هیدشو بزنید 100 تاست. هیدش چرا نمیخوره؟ هیدشو بزنید 100 تاست دمیجش. اما مثلا پایین تر رو بزنید، مثلا این دلشو بزنید 70 تا دمیج میده. خیلی دوست دارم. حالا بریم B50 رو ببینیم. آقا من با B50 زیاد بلد نیستم کار کنم، شوخی کردم. خب آن چقدر خوب. آقا بریم سراغ انگیر. عالیه. الان میتونم با 4 تا تیر بکشمش. 4 تا تیر. حالا بذار 1 2 3. حالا 4 تا تیر هم نه. بذار هیپ فایر چیه. هیپ فایرش هم بد نیستش. حالا بریم سراغ گان آخر LW. اوکی گان LW هم نگاه کنید، هم زود ام میکنه هم دقت تیرش بالاست. وای الان من گوشی میذاره شارژ هم نداره، دارم شارژ بازی میکنه. دستم نمیرسه به اینجا. اوکی رفقا نگاه کنید، به اینجا بزنی یارو مرده، اینجا هم بزنی یارو مرده. هیت شد. اوکی حالا ای وای ای وای چرا ریجستر نشد؟ حالا رفقا مفتی این نیزه باف شده که این چجوری وایف باف شده. نگاه کنید اصلا از کجا داره مثلا انمیو میزنه. الان مثلا من فاصله، الان مثلا با بوکس میزدم نمیشد. الان نگاه دقیقا انقدر فاصله، نه یه ذره نزدیکتر. حالا بریم سراغ مثلا برای مثلا این کاتانا. مثلا با اون نیزه راحت‌تر میتونید انمیو بکشید. اینم از HS. خب رفقا ازتون خیلی ممنونم که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. عشق منید، عشق‌گرید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و همیشه خوشحال باشید. این دنس هم به عشق شما زدیم. عجب دنس کشیگریه. حاجی شبیه تانوسه، شبیه سوره. میگم تانوس و اسکوید گیمه. یه اتچمنت، یه دونه اتچمنت، انقدر گفتم اتچمنت ها. آقا دیگه دنس هم یه دونه اینو داریم دیگه. بقیه دنس ها رو یادم باید بندازم دیگه. خیلی مرسی تا آخر ویدیو نگاه کردید. دوستتون دارم. حالتون خوب بمونه. عشق منید. فعلا خدا نگهدار.